سلام به همه همراهان کانال فارکسکست. اگه شما هم میخواهید که ژورنال های تریدتون رو به صورت دسته بندی شده و منظم به این شکل داشته باشید، تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. دوستان، همونطور که میدونید ژورنال نویسی برای همه تریدرها لازم و ضروریه و تریدری که بخواد توی کارش پیشرفت کنه حتما باید همه معاملاتش رو ژورنال کنه تا بتونه اشتباهاتش رو پیدا کنه و نقاط ضعف و قوت خودش رو پیدا کنه و روی اونها کار کنه. بهترین برنامه‌ای که برای ژورنال نویسی میتونید ازش استفاده کنید برنامه نوشن هستش. برای دانلود برنامه نوشن کافیه که وارد سایت notion.com بشید. برنامه نوشن هم برای دسکتاپ و هم برای موبایل موجوده. همچنین میتونید از نسخه وبش استفاده کنید. برای دانلود برنامه نوشن کافیه که به سمت پایین اسکرول کنید و در این قسمت میتونید که نوشن رو برای ویندوز دانلود کنید. همچنین میتونید روی گوگل استور برنامه اون رو روی موبایلتون داشته باشید. برای شروع ما از نسخه وب استفاده میکنیم. کافیه که در این قسمت گزینه Get Notion Free رو بزنید. بعد از اینکه گزینه Get Notion Free رو زدید، باید با جیمیلتون ثبت نام کنید و بعدش وارد همچین صفحه‌ای میشید. فایل تمپلیت ژورنال نویسی رو توی کانال تلگرام براتون قرار دادم. کافیه که وارد کانال تلگرام بشید و لینکی که توی کانال هست رو کپی کنید و در مرورگرتون پیست کنید تا به نوشنتون اضافه بشه. لینک کانال تلگرام رو در دیسکریپشن ویدیو براتون میذارم. کافیه که وارد کانال تلگرام بشید و این لینکی که اینجا میبینید رو کپی کنید. بعد از اینکه لینک رو کپی کردید، باید این لینک رو در مرورگری که باهاش نوشن رو لاگین کردید پیست کنید. بعد از اینکه لینک رو در مرورگرتون پیست کردید، صفحه تمپلیت براتون باز میشه. برای اینکه بتونید این تمپلیت رو به نوشن خودتون اضافه کنید، کافیه که در این قسمت گزینه داپلیکیت رو بزنید. بعد از اینکه گزینه داپلیکیت رو زدید، این پیغام براتون نشون داده میشه و بهتون میگه که آیا میخواید که این تمپلیت به نوشنتون اضافه بشه یا نه. در این قسمت باید Add to Private رو بزنید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، تمپلیت ژورنال نویسی در این قسمت به نوشنتون اضافه میشه. دوستان، همونطور که میبینید ما در این تمپلیت این گزینه ها رو قرار دادیم که برای هر کدوم از ترید هاتون وارد کنید. اولیش گزینه نامبر هستش، یعنی باید شماره تریدتون رو وارد کنید. بعد از اون دیت رو قرار دادیم، یعنی باید تاریخ دقیق تریدتون رو وارد کنید. مثلا ما در این قسمت تاریخ 17 اکتبر رو انتخاب میکنیم. بعد از اون گزینه asset رو قرار دادیم، یعنی باید نمادی که روش ترید رو انجام دادید رو وارد کنید. مثلا ما روی نماد طلا ترید رو انجام دادیم. اگه شما از نمادهای دیگه استفاده میکنید که توی لیست نیست، کافیه که وارد بخش ادیت بشید و در این قسمت روی به اضافه کلیک کنید و هر نماد دیگه‌ای که روش ترید میکنید رو به این لیست اضافه کنید. مثلا ممکنه که یکی روی نماد USD/JPY ترید کنه. خیلی راحت میتونید که با زدن گزینه اینتر USD/JPY رو به این لیست اضافه کنید. بعد از اون گزینه سشن رو قرار دادیم. در این قسمت باید سشنی که ترید رو توش انجام دادید وارد کنید. اگه تریدتون توی همپوشانی 2 تا از سشن ها بوده، میتونید که 2 تا از سشن ها رو انتخاب کنید. مثلا ما در این قسمت سشن نیویورک و لندن رو انتخاب میکنیم. بعد از اون گزینه اینتری رو قرار دادیم، یعنی نقطه ورودتون رو باید وارد کنید. مثلا ما در عدد 4050 وارد معامله طلا شدیم. در گزینه بعدی تایپ معامله رو قرار دادیم. در این قسمت باید وارد کنید که معاملتون سل بوده یا بای بوده. در قسمت بعدی تایم فریم هایی که باهاش تحلیل انجام دادید رو وارد می کنید. مثلا ما این تریدمون رو بر اساس تایم فریم 1 ساعته و 4 ساعته انجام دادیم. در این قسمت میتونید که یک یا چند گزینه رو به صورت همزمان وارد کنید. در قسمت بعدی ما ریسک تریدمون رو وارد میکنیم. مثلا ما در این معامله 0.5% ریسک کردیم. در بخش بعدی ما یک گزینه رو قرار دادیم که بتونید دلایل خودتون رو برای ورود به معامله وارد کنید.
این دلایل میتونه هم دلایل تکنیکالی باشه و هم دلایل فاندامنتالی. پس در این قسمت باید به صورت کامل دلایل ورود تکنیکالی و فاندامنتالی خودتون رو بنویسید. در گزینه بعدی ما بخش احساسات رو قرار دادیم. یعنی باید احساسات خودتون رو قبل، در حین معامله و بعد از معامله رو وارد کنید. مثلا اگه قبل از معامله دچار ترسی از جا موندن شدید یا هنگام معامله دچار طمع شدید، در این قسمت باید احساسات خودتون رو به صورت کامل بنویسید. در بخش بعدی ما گزینه ریزالت رو داریم. در اینجا باید نتیجه معامله خودتون رو وارد کنید. مثلا اگه معاملتون استاپ خورده، در اینجا می‌نویسید که معامله استاپ شده، یا اگه معاملتون ریسک فری خورده، در اینجا ریسک فری رو وارد می‌کنید. یا اگه از سیستم پارشال اگزیت استفاده می‌کنید، مثلا اگه در ریسک فری وارد 1/1 نصف معاملتون رو خارج کردید و مابقیش ریسک فری خورده، باید با جزئیات کامل در این قسمت بنویسیدش. در گزینه بعدی ما بخش عکس رو قرار دادیم. در این بخش میتونید که اسکرین شات های خودتون رو از چارتتون رو وارد کنید. در این بخش اگر روی گزینه چوز فایل بزنید، میتونید یک یا چند عکس رو به صورت همزمان آپلود کنید و بعداً میتونید که همه عکس ها رو نگاه کنید و تحلیل های خودتون رو بررسی کنید. همچنین برای اضافه کردن ترید هاتون به جای اینکه در این قسمت به صورت تک تک این بخش ها رو وارد کنید، میتونید که روی گزینه نیو بزنید و در این قسمت همه موارد رو وارد کنید. در این قسمت عنوان یا شماره تریدمون رو وارد میکنیم. مثلا دومین تریدی است که میخوایم ژورنالش رو وارد کنیم. تاریخش رو وارد میکنیم. استی که روش ترید کردیم رو وارد میکنیم. سشنمون رو وارد میکنیم. نقطه ورود. نوع معاملمون مثلا بای بوده. تایم فریممون بر اساس چارت 15 دقیقه و 1 ساعته بوده. ریسکمون مثلا 1% بوده. دلیلمون رو برای وارد شدن به معامله می نویسیم. نتیجه معامله و احساساتی که قبل، در حین و بعد از معامله داشتیم رو وارد می کنیم و در قسمت آخر هم عکس های خودمون رو از چارت هامون وارد می کنیم. در این قسمت هم هر یادداشت دیگه‌ای که از این ترید داریم رو میتونیم بنویسیم و بعداً مطالعه کنیم. همونطور که میبینید ترید هامون به صورت دسته‌بندی شده و کاملا منظم ذخیره میشه و بعداً میتونیم که همه ترید هامون رو بررسی کنیم. دوستان، در برنامه نوشن یک بخش وجود داره که خیلی میتونه بهتون کمک کنه. اون هم بخش فیلترها هستش. در این بخش شما میتونید که ژورنال های خودتون رو بر اساس یک کاتگوری خاص فیلتر کنید. مثلا ما میخوایم که فقط ژورنال های مربوط به طلا رو ببینیم. در قسمت فیلترها کافیه که وارد بخش asset بشید و فیلتر asset رو روی طلا قرار بدید. همونطور که میبینید فقط ژورنال های طلا بهمون نشون داده میشه. همچنین میتونید به صورت همزمان 2 یا چند تا فیلتر رو بذارید. مثلا ما میخوایم که ژورنال های طلا و اونهایی که در سشن نیویورک انجام شده رو ببینیم. در این قسمت فیلتر طلا رو داریم. کافیه که یک فیلتر سشن رو اضافه کنیم و فیلتر سشن رو روی نیویورک میذاریم. در این بخش فقط ژورنال هایی که مربوط به asset طلا و در سشن نیویورک هستش رو بهمون نشون میده. برای حذف کردن فیلترها هم کافیه که وارد این بخش بشید و در قسمت 3 نقطه دلیت فیلتر رو بزنید. یکی از خوبی‌های برنامه نوشن اینه که میتونیم از ژورنال هامون خروجی بگیریم. میتونید در این قسمت وارد بخش اکسپورت بشید و به صورت اکسل خروجی خودتون رو از فایل ژورنالتون بگیرید. بعداً اگه بخواید میتونید که فایل اکسلتون رو به یک مدل هوش مصنوعی بدید و ازش بخواید که بر اساس ژورنال هاتون نقاط قوت و ضعفتون رو بهتون بگه که خیلی میتونه بهتون کمک کنه. در قسمت کلندر هم میتونید ببینید که ترید هاتون در چه روزی انجام شده. مثلا ترید شماره 2 ما در روز 16 اکتبر انجام شده. خب دوستان، این همه از آموزش ژورنال نویسی برای ترید. امیدوارم که از این روش استفاده کنید و معاملات خودتون رو ژورنال کنید که خیلی میتونه بهتون کمک کنه. ژورنال نویسی برای همه تریدرها لازم و اجباریه و هر تریدری که بخواد توی کارش پیشرفت کنه حتما باید همه معاملاتش رو ژورنال کنه. امیدوارم که شما هم از این روش استفاده کنید.